از بین منچستر یونایتد، بارسلونا و رئال مادرید کدوم تیم خاطر انگیزترین کیت ورزشی رو داره؟ درود بچه‌ها، خیلی خوشم به سین اسکور. چطورین؟ امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشین. امروز می‌خوایم راجع به چند کیت خاطر انگیز دنیای فوتبال صحبت بکنیم در قرن 21. بریم تو کارش. آرسنال 2003-2004 تیمی که یکی از خاطر انگیزترین کیت‌های ورزشی رو داره، تیمی که با آرسن ونگر و شخص شخیص تیرنی آنری تونست با 49 بازی در واقع فصل رو بدون شکست پشت سر بذاره و بدون باخت قهرمان لیگ انگلیس بشن و جام طلایی رو ببرن. شکست ناپذیرها به خاطر سبک بازیشون، بازیکنان شاخصی که داشتن و جذابیت ظاهری لباسشون یکی از خفن‌ترین و خاطر انگیزترین کیت‌های ورزشی فوتبال رو دارن. منچستر فصل 2007-2008 که به هر چی که می‌خواست رسید، با فرگوسن و رونالدو و بقیه ستاره‌اش مثل گیگز، رونی، اسکولز، فردیناند ویدیچ و وندرسار در واقع تمام افتخارات رو درو کرد، قهرمان لیگ انگلیس شد و در فینال چمپیونز لیگ تونست چلسی رو در ضربات پنالتی شکست بده. افتخارات تیمی و بازیکنی مثل رونالدو، حرکات اشادی‌های پس از گلش، دریبلینگاش و گل‌های زیادی که به ثمر رسوند باعث شد یکی از خاطر انگیزترین کیت‌های تاریخ منچستر به وجود بیاد. البته کیت فصل 2010 هم جالب بود، ولی خب به اندازه کیت 2007-2008 نه. بارسلونای 2008-2009 که پپ گواردیولا، مسی، ژاوی، اینیستا، آنری، اتو، پویول، پیکه، بویان کرکیچ، پدرو و ستاره‌های بیشمار دیگه‌ای داشت. پپ یه تیم خفن رو ارائه داد و در واقع شروع موفقیتاش با بارسلونا بود و در سال اول لالیگا، کوپا دل ری و چمپیونز لیگ رو برد و سگانه زد. افتخارات تیمی و ستاره‌های بیشماری که داشت و گل‌های خفنی که تو اون سال زدن یکی از خاطر انگیزترین کیت‌های تاریخ بارسلونا رو به وجود آورد. اما کیت‌های بارسلونا در سال 2010-2011 و 2012-2013 هم جزو خاطر انگیزترین کیت‌ها محسوب میشه. کیت آخر رئال مادرید. خب سال 2009-2010 رئال ستاره‌های زیادی داشت، کاکا، رونالدو، راول و حتی سال 2004-2005 روبرتو کارلوس داشت، بکام، زیدان، فیگو، رونالدو و در واقع همه اینا میتونن کیت‌های خاطر انگیز واسه رئالیا به وجود بیارن. اما واسه رئالیا کیت سال 2017-2018 یه جذابیت دیگه‌ای داشت. درسته که اونا تو کوپا دل ری و لالیگا موفق نبودن، اما سال 2017-2018 سالی بود که رئال برای سومین بار به فینال چمپیونز لیگ رسیده بود و در قهرمانی در چمپ هتریک کرد. خب سوپرکاپ اسپانیا، سوپر جام اروپا و در واقع جام باشگاه‌های جهان رو هم فتح کردند و اون ستاره‌هایی که داشت مثل رونالدو، در واقع بنزما، بیل، آسنسیو، کروس، مودریچ و اون افتخارات تیمی که بردن و در واقع مهمترینش اون کسب در واقع هتریک لیگ قهرمانان اروپا باعث شد یکی از خاطر انگیزترین کیت‌های رئال به وجود بیاد و تو ذهن‌ها بمونه. البته رونالدو، گل‌هاش، شادی‌های پس از گلش و اون گل معروف برگردونش به یوونتوس و بوفون باعث شد این کیت بیش از پیش در واقع تو ذهن‌ها و خاطرات مونه. خب بچه‌ها خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. سعی کردم که کیت‌های معروف و خاطر انگیز قرن 21 رو اینجا باهاتون به اشتراک بذارم و به نمایش بذارم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب. خیلی متشکرم. بدرود.